یک پیام خیر داشتم خواهشانه از حضرت مفتی صاحب احمد فیروز و قاری صاحب نصرت الله. این دو ستاره افغان در عصر و این زمان خیلی گرانبها و ارزشی هستند، چون خیلی زحمت ها، تلاش ها، دعوت ها، تقاریر، بیانات بسیار و بیشماری در راستای دعوت دین همیشه داشتند. اما یک خطایی و یک اشتباهی که در بعضی از کلیپ ها و از ویدیوهای این دو شخصیت ها دیده شده اند، من می خواهم در این رابطه پیام بدهم و ایراد نمایم. او امی هست: حضرت مفتی صاحب احمد فیروز و قاری صاحب نصرت الله در بعضی ویدیوهای کوتاهشان در رابطه بی‌حیایی، بی‌حجابی، موسیقی اوتل که میکنن، در پهلوی ویدیوهایشان، در پهلوی نوارهایشان عکسهای دخترهای برهنه، نیمه برهنه، آرایش کردگی و یا تصاویر و ویدیوی از موسیقی گذاشته شده است، ویدیوی از رقص و رقاصگی گذاشته شده است که این کاملا خطا و اشتباه است. خواهشاً احترامانه و مؤدبانه متقاضیم از حضرت مفتی صاحب احمد فیروز و قاری صاحب نصرت الله، فالوران و پروپاگیشن و همکاران و یوتیوبرانشان که در این رابطه دست و این کارها را انجام میدهند، که در ضمن ویدیوهای حضرت مفتی صاحب و قاری صاحب وقتی که انجام پیدا میکند در رابطه بی‌حیایی، بی‌حجابی زنانه، نمی شود که در پهلویش، در چوکات و کاور ویدیویش اینجا بگیرن به مثالش، به نمونه یک عکس از دختر بی‌حجاب، بی‌حیا، تصویر از رقص را بگذارن تا اینکه مطابق ممثل و صحبت‌های جناب حضرت مفتی صاحب و قاری صاحب بیاید. لطفاً این کار و اشتباه را انجام ندهند که خیلی خطر بزرگ و گناه بزرگ برای جامعه هست. بله، وقتی که صحبت، وقتی که موضوع قرار باشد در رابطه اقتصاد، در رابطه سیاست، در رابطه معادن، در رابطه شهروندی و شهرداری، می توانند که تصویرها، کلیپ‌های از معدن، از موتر، از طبیعت، از نباتات و چیزهایی که دخل به گناه نداشته باشند در پهلو و در کاور، در پشت، در بک‌گراند ویدیوها قرار بدهند، به خاطر فهم بهتر برای برجسته ساختن و جذاب ساختن ویدیویشان. اشکال ندارد. اما وقتی که بحث در رابطه زنانه می آیند، در رابطه زنانه حضرت مفتی صاحب احمد فیروز و قاری صاحب نصرت الله صحبت می کنند، در رابطه ازدواج کردن، در رابطه بی‌حیایی، در رابطه بی‌حجابی، در رابطه موسیقی، در رابطه زنانه هتل رفتن، اینجا نمی شود به عنوان مثال، به عنوان نمونه بگیرید به همون حرفی که از فساد برای جلوگیریش گذاشته و زدم، یک عکسی از دختر، یک عکسی از بیجاب، یک عکسی از دخترهایی که واقعا وقتی که طرف اون انسان بیننده، بازدیدگر متوجه می شوند، تمام اندامش به حرکت می آیند و تماما نیشه گناهش به فعال می گردد. اینجا از این کار باید جلوگیری بکنیم. حضرت مفتی صاحب و قاری صاحب از این اعمال
اگر باخبر هستند به دستور و به نظریاتشان انجام میگیرند، لطفاً این کارها را نکنند. اگرچه آگاهی و علمیتشان بالاتر از سطح ما هستند، اما این کارها را نباید انجام بدهند، چون گناه است. نمی شود که همزمان برای برادران و بینندگان هم فساد و هم گناه را پیشکش بکنیم. اینجا انتخاب دل، انتخاب قلب، انتخاب طبیعت انسانی گناه را می کنند. یک. دوم این است که وقتی که نصف یک شیء از شیء حلال باشد، نصفش از حرام باشد، نصفش نجس باشد، نصفش پاک باشد، با هم وقتی که مخلوط میگردند، آن شیء پاک و صاف را زده نیز حرام، زده نیز نجس میسازد. اینجا صحبت شما حلال، صحبت شما پاک، صحبت شما امان از دین، اما آن نوار، آن کلیپ، آن موسیقی، آن عکس دختر که در پهلویتان، در کاور ویدیویتان گذاشته شده هست، این فساد، این ناپاک، این نجس و ناپاکی و گناه زده آن خیر و خوبی ها و دعوت شما را نیز از بین میبرند، تأثیرش را از بین میبرند. بر علاوه این دیگران را نیز گناه سوق به طرف گناه میدهد. به عوض این که ما مسبب خیر و خوبی و هدایت برای جوانان، برای مردان، برای خواهران میگردیم، اینجا ما امان و باعث فساد، باعث گناهکار شدن دیگران شده باشیم. بله، همه انسان ها ایراد، اشکال، مشکلات علمی، مشکلات فکری، مشکلات عقیدوی و همه در هر سطح علمی که رسیده باشند باز هم می داشته باشند. چون مسلمان برادر مسلمان، چون مسلمان به منزله آینه برای مسلمان دیگر هست، اینجا می توانند که به خاطر اصلاح برای متوجه ساختن برادر اقدام و ایراد اعزام بکنند. این بجا هست، این در شریعت هست. پس مؤدبانه و خواهشانه تقاضام امین بود که برای شما عرض کردم و کسانی که اینها این ویدیو را و این کلیپ ما را میبینند غلط فهمی و خطا نروند، بلکه اینها را درست و دقیق به اصل و به مرکز برسانند، تا باشد که در بعدها خدمات و زحمات بیشمار و بسیاری از حضرت مفتی صاحب احمد فیروز و قاری صاحب نصرت الله که صورت میگیرند، آنها ضایع نروند و باعث گناه دیگران نگردند، بلکه باعث عزت، عفت، عصمت و تداوم دینی همه مسلمان ها گردیده بیشتر بگردد. عزیزان من،